از خودت هستم و اومدیم با آموزش اختصاصی که چطور گانای لژند رو بگیریم. پاست قبلیشو گذاشتم ولی توی این ویدیو میخوام دقیق تر به این مطلب نگاه کنیم و دقیقا بگم باید چیکار کنید و چطور گانا رو سریعتر بگیریم. دوستان چون بهتر بکنم بکنم آموزشم پس من باید میکنم و میریم سراغ آموزش. خب دوستان از شما باید به این سه تا گان و یا ببخشید یه گان متیک، یه گان لژنده و یه گان و یک نایف لژنده. اینجا من سه تا از این پازلا رو جمع کردم، متیکو و 9 تا نایف جمع کردم و 2 تا از این لژنده. الان میخوام آموزش بدم چطور دقیق تر آموزش بدم نسبت به چیه قبلی. خب دوستان اینجا که میبینید شما مثلا هر چی بازی کنید توی بتل یا مولتی فرقی نداره، از این جعبه بهتون میده. خب مثلا اینجا زیاد جعبه میده، اسکین از این چیزا. این جعبه بهتون کمک میکنن که اون پازلا رو بگیرید، راحت تر میشه گرفت با اینا. خیلی دیگه کلا با همینا میشه گرفت. روش ضربه بزنید احتمال داره متیک بشه یا لژند، بستگی به شانستون داره. و اینجا این پایین بتل پس شما بزنید، اینجا که میبینید دیگه میده بهتون، هرچی اینو پیش ببرید به جلو میبینید که رایگانن. اینا رایگانن، اینایی که نمیده رو شما باید بتل پس بزنید و بهتون میده. این اگه بتل پس بزنید بهتره، میتونید راحت تر اینا رو بگیرید. رایگان هم داره یه چند تایی و شما هم مثلا هر روز وارد بازی بشید یکی از اون مکعبای اپیک بهتون میده دوستان. و اینجا هم میشه گرفت این سمت راست، این ستایی که من گرفتم یعنی زمانیه، یعنی الان گفته 3 تا برید پلی بدید بتل که من 3 تا پلی دادم و گفته چند ساعت دیگه این 3 تا از زاره تیکشون برداشته میشه و من میتونم اینا رو بگیرم. این گانا هم هستن تا فکر کنم تا سیزن بعدی و شما همین کارا رو تکرار کنید، میتونید این گانای خوشگل و زیبا رو بگیرید و استفاده کنید. هر روز همین کارا رو انجام بدید تا سیزن بعدی فکر کنم خیلی زمان هست، راحت میتونید بگیرید این گانهای قشنگ و گاد رو. ارزش هم به اکانت اضافه میشه چون مفت نیسته مثل امفور لژندی که سیزن های پیش بیرون داد. اینطوری نیست، این باید با زحمت بگیری، یعنی تا سیزن بعدی اینا رو بگیری اکانتتون هم میره بالا قیمتش و با این آموزش میتونید اینا رو بگیری. اگه سریع 3 بتل پس اینا رو بزنید راحت میتونید نهایتا یه هفته دیگه اینا یکی از اینا رو بگیرید مثلا. خب دوستان اینم از این ویدیو. این آموزش بهتر از قبلی بود و به یه چیزایی هم اشاره شد و امیدوارم خوشتون اومده باشه. آموزش هرچی بیاد براتون میذارم. ویدیو رو لایک کنید، من دنبال کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.